مسابقات گربه‌های توپل. گربه‌های توپلی هر کی توپل‌تر باشه باید واسه گربه ضرر داره، خود گناه داره. 100%. آدما به خودشون رحم نمی‌کنن دنبال چی، ولی واسه گربه‌ها ضرر داره، مفصلشون اذیت میشن، غذا زیاد میخوره گربه، بهش بدی همینجوری میخوره، اینا هم خوششون میاد بهش میدن میخوره. ولی خب گربه توپل خوشگله. مسابقات برنده میشن چی بهشون میدن؟ پیدا نکردم این چیز خوبه. ناکن پس شد این مسابقات من رفتم سرچ دادم تو میشه فت خب یوتیوب ترنسلیت داره داشت نرو هر چیزی تو گوگل ترنسلیت بزن فت چی گفتی بود. خب برو خودت بزن میشه پیشیای توپل. فکر خراب نباشه دوستان عزیز. فت داداش نگو ولش کن. یوتیوب برامون میکنه ولش کن. من بعداً ببینم. آره نه به توپل و چاق تو انگلیسی بیشتر میگن چانک. مثلا به اینا میگن چانکی کت. چانکی کت نکن مثلا. آره اونو بعداً بهت میگم نگو. خب من تقصیر اون خانم هست. مسابقات گربه‌های توپلی برو نگاهشون کن. اینا رو میذارنشون تو سبد. من آوری اینجا چیکار کنم؟ یه رستورانه توی جنوب تایوان یا تایوان جنوبی. چقدر گربه آرومی هست. دیگه کاری نمیتونم کنم. خوب نه واقعا نمیتونم فکر کنم. غذا بده. رستوران هم هست با غذا میاد. 8 کیلو 8.5 کیلو 8 کیلو گربه خیلی 9 سالشه. برنده یه گربه 9 ساله است با وزن 10.6. نوشته هینس از هلف ایشوز. این آقا هم داره توضیح میده که وزن زیاد واسه گربه ها ضرر داره، خوشتون نیاد توپلشون بکنین، ورزش کنن و گربه ها خیلی خوب خودشون رو متمدن کردن. دقت کردی؟ واقعا لایف استایلی رو دارن که ما نداریم. واقعا بریم یه مسابقه دیگه هم هست ببینیم. یه مسابقه دیگه هم هست که اینو من این مسابقه رسمی شه. یه توضیح بدم. آره میبینین که شما سالن آدمو زیادن، این داورا من نمیدونم نفهمیدم که بر حسب چی میسنجن، مثلا توپلیت گربه یا مثلا شپلیت، مثلا چیز مثلا داوری توپل شناسی دارن، مثلا داوری یه چیز میکنن دیگه خودشون فکر کنن 10 تا گربه فیزیولوژیک گربه دارن. آره ولی گربه ها خیلی باحالن. این اولی که قطعا بهش خوش میگذره چون صاحبش هم بدنسازه، پروتئین میخوره. این یکی رو برخلاف صاحبش خوب توپله. این سکنه رفتم مثل ردبندی چه پرشینه. این فکر کنم به صاحبش نامه بدن. مشخص صاحبش بیشتر از خودش میخوره. بنده خدا گربه از خواب بیدار کردن آوردن. و یه ویدیو دیگر هست از من خیلی این گربه رو دوست نیوش کن. این باید میرم شرکت میگه. آره چانکی که از خیلی نازن، خیلی با نگاهش کن، خیلی هم آروم هست. نمیدونم بلندش کن برم کن بذارم ولی زمین به گرانش ایجاد میکنن انقدر تو بلند. آره خیلی خوبه. آره مسابقه جذابی. حالا گربه‌ای بامزه‌ای توشن. دنیا عجیبی شده، شهر عجیب، خیلی عجیب شده. مسابقات فت پیشی، فت کت، چانکی کت. امیدوارم که از این مسابقات سمی همچنان لذت خوبه باحاله، ولی خب من نمیفهمم. حالا باز این قابل فهمه، این باز قبلیه خیلی موزر بود. این چیزا نریم حالا بهت نشون میدم. حالا تو ایران با مسابقه سمی دیگه داریم. من یه سریاشو دیدم چشامو رفتم شستم داره ببینم. بعدیا رو هم میبینیم مسابقه سمی واسهتون میذاریم. و شبتون بخیر، خدا نگهدار. چرا تو همیشه میگی شب بخیر؟ نمیدونم شب تو اینجا شبه داری نمیشه شب ویدیو ما رو ببینی. زندگیتون بخیر، همه چیتون بخیر، خدا نگهدار.